پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده. گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منغص بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد. مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به 2 دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و قرار گرفت. ملک را عجب آمد. پرسید در این چه حکمت بود؟ گفت از اول مهنت غرق شدن ناچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید. معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر تا آن که 2 چشم انتظارش بر در.